ترفندای کاربردی که مطمئنم آقایون عاشقش میشن. این ترفندا رو بفرست برای همه آقایون پیجت، چون مطمئنم یه روزی به کارشون میاد. برای باز کردن شیرالاتی که محکمه فقط کافیه که یک نوار قیتون رو مطابق تصویر دور شیر تاب بدید تا با قرار دادن یک دنباریک یا آچار مابین طناب بدون فشار آوردن شیر رو باز کنید. همچنین با استفاده از یک نوار قیتون میتونید به راحتی واشه رو روی شیرالات قرار بدید. برای اتصال دو شلنگ تخلیه نمیتونید فقط با چسبوندن چسب دو شلنگ رو کنار یکدیگر قرار بدید. فقط کافیه که به اندازه 2 سانت از سر شلنگ رو برش بزنید و یک شیار کوچیک روی دو طرف لبه شلنگ تخلیه برش بزنید. و در نهایت دو شلنگ رو از طریق شیار برش خورده داخل هم تاب بدید و به هم متصل کنید. داخل پیجم هر روز کلی ایده و ترفند رو به صورت رایگان آموزش میدم. پس اگه میخوای از آموزش‌ها جا نمونی پیجم رو دنبال کن و از آموزش‌های رایگان داخل پیجم دیدن کن. ممنون میشم این آموزش رو لایک کنی و اگر حتی یکی از این آموزش‌ها برات کاربردی بود کلمه ترفند رو کامنت کنی.